سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 14 می من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. در شهر قرغانتپه در یک باغ نزدیک مرکز این شهر صبح امروز جسد سرباز 21 ساله پایگاهی 201 روسیه آشکار شد. تحقیقات مقدماتی میگوید احتمالاً سرباز میخائیل بوریسوف دست به خودکشی زده است. پایگاه نظامی روسیه هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده است. مفتشان تاجیک میگویند تحقیق حادثه با شرکت نظامیان روس جریان خواهد گرفت. جسد برای تشخیص به دوشنبه انتقال یافت. یکی از 3 قسم حربی پایگاه روسی در تاجیکستان در حدود قرغانتپه جایگیر است و در مجموع در پایگاه روسی 7000 سرباز قراردادی خدمت میکنند. در اظهارات رسمی سفارت تاجیکستان در مسکو حادثه کشتار شهروند تاجیکستان کاملجان همدموف در تاریخ 3 می در شهر کرالوف نه کاری دست ملتگراها بلکه یک حادثه معیشی ارزیابی شده است. گویا که سر شهروند جمهوری تاجیکستان همدموف را بریدن این اصلا حقیقت ندارد، زیرا که هم تفتیشات معلوم شد، هم کارمندان ما که در جای واقعه بودند معلوم کردند که هنگام مناقشه سر دسترخوان بعد نوشیدن نوشابه سپرتی نفری از آنهایی که اونجا با دعوت خود همدموف که در الکتریچکا شنا شدن و یک جای آمدن، نفری سر مستی وقتی که مناقشه میشه با اطویار که به گردن او زده است و پسند با کارت چند کارت دیگر زدن، اما این اصلا جنبه نژاد پرستی ندارد. سفارت تاجیکستان در مسکو برای تشریح این حادثه برادر مرد کشته شده اولغبک همدموف را هم دعوت کرده جریان تفتیشات را با هم در میان گذاشته است. کاملجان همدموف زاده ناحیه ترسونزاده بوده، در پدماسکویه با کاری باربری و چسباندن رکلام پول میافت و به والدانش در تاجیکستان انتقال میداد. سفارت تاجیکستان میگه تحقیق این حادثه پر سر و صدای کشتار را زیر نظارت قطعی خود نگاه میدارد. در تاجیکستان نقشه بهاری جلب جوانان به خدمت ارتش در 42 روز پورا اجرا شده است. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که نقشه را اول شده ولایت ختلان و بعدا دوشنبه و ولایت سوخت اجرا کردند. فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت با ذکر این معلومات همچنین تاکید کرد که وجود مسئله مهترسالاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مسئله خیلی جدی است، ولی برای حل آن والدان هم باید کار کنند. در قوای مسلح وقتی که سرباز میاد همون مفکوره که در اویلا دیده است یا در کوچه کلان شده است و در کدام محیط تربیت یافته است، او با همون عقل و با همون فهمیش به صف قوای مسلح شامل میشه. عین زمان مقامات تاکید میکنند که در دعوت امساله خدمت به ارتش شمار اختیاریان افزایش یافته است. در همایش در دوشنبه با تشبث شرکت اوراکل تکنولوژی دستاوردهای نوی اینواتسیونی این شرکت کامپیوتری معرفی شد. این نشست با شرکت نمایندگان مقامات دولتی از جمله ساختارهای قدرتی و سازمانهای خارجی برگزار شد و در آن بیشتر سخن درباره حفظ اطلاع و معلومات امنیتی در تکنولوژی‌های کامپیوتری رفت. با گفته پاول لیتسیاگین، هماهنگساز این شرکت در آسیای مرکزی، یکی از هدفهای نشست پیشنهاد دستاوردهای نوی تجهیزات تکنولوژی با بازار تاجیکستان است. ما سعی داریم این گونه چاره‌بینی ها را طور منظم 2 دفعه در یک سال دایر نماییم. 6 ماه پیش ما در همین مهمانسرا برای مشتریان همین گونه نمایش برپا کرده بودیم. حالا ما اینجا آمده ایم تا مشتریانمان را با فناوری‌های نو و محصولات نو آشنا کنیم. دسته استقلال تاجیکستان که در دور آخرین سبقت انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم اهل ترکمنستان با حساب 52 غلبه کرد، به دور 8-1 نهایی برآمد. این بازی شب چهارشنبه 13 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 12,000 مخلص خیلی پرشدت صورت گرفت. ما خیلی باوری نداشتیم که ما بر این حسابی کلان برد میکنیم و ما یک مقصدی ما یک چیز بود که ما همین روز باید 3 خال گیریم و ما چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم و رحمت کنم به همه مخلصانی که امروز آمدن و مخلصی کردند. همکنون بعد نتیجه گیری 6 دور سبقت انتخابی در گروه 3 استقلال با 11 امتیاز مقام اول را کسب کرد و به دوره 8-1 نهایی بازی ها راه یافت. بازی نوبتی در این گروه 26 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با دسته الوحده سوریه برپا می شود. و برای دریافت
اخبار و ویدیوی بیشتر و همچنین تفصیلات این خبری ورزشی توجه کنید به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه.